ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. و این تخصصش در خواندن روضه، یعنی داستان عروسی حضرت زهرا بود و خصوصیتش هم این بود که اینجور میکنه بگم میفرمایند اردبیلی ها و لبو اردبیلی ها گفت شبی که حضرت را عروس کردن و می‌روندن به خانه، حضرت پیامبر جلوی حضرت زهرا حرکت می‌کرد، در طرف راه امام حسن و حضرت خدیجه به سینه می‌کرد که قربان مظلومیت حسن عبدالله.